عابد اساموف، حجم‌نگار شناخته ازبک را که در تاجیکستان هم محبوبیت زیاد داشت، روز 15 دکبر در آرامگاه کمالان در شهر تاشکند دفن کردند. در مراسم دفن حجم‌نگار صدها نفر از ساکنان تاشکند و هواداران هنر او شرکت کردند. از همکارمان سراج الدین اسلام که این مراسم را پیگیری نموده با این هنرمند شناخته چندین دفعه صحبت کرده است، پرسیدم که درباره شرایط مرگ این هنرمند شناخته چه معلومات دارد. هفته گذشته از دوستان نزدیک من خبر آمد که گویا عابد اساموف با سکته قلبی به شفاخانه خوابانده شده است. پس از آن من با ادمنستراتور مأمور عابد اساموف صحبت داشتم و گفت که کمی شمال خورده است و پس از یک چند روز از شفاخانه آزاد می شود. ولی روز 14 دکبر پس از ظهر بیگاهی تر به ما خبر رسید که عابد اساموف در سن 55 سالگی در شهر تاشکند در یکی از شفاخانه‌های مرکزی از سکته قلبی وفات کرده است. روز 15 البته او را به خاک سپاریدند. باید گویم که در مراسم جنازه صدها نفر از دوستان، از همشهریان و تمام ازبکستانیان در این مراسم پدرود اشتراک کردند. در عهد حکمرانی اسلام کریموف دقیق‌تر 12 سال اخیر عابد اساموف در صحنه ازبکستان راه نداشت. میگفتند اسلام کریموف خوش ندارد که او در تلویزیون‌های روسیه حجم‌نگاری میکند. ولی تا جای معلوم است در دوره حکمرانی میرزویف به صحنه برگشت، درست؟ درست است. عابد اساموف 2 سال قبل به صحنه کلان برگشت. او همزمان شوکت میرزویف او را به حیث دیرکتور اداره مولتیپلیکاسیونی ازبکستان تعیین کرد. باید گویم که عابد اساموف که 55 سال داشت، سالهای زیاد در صحنه های مولتیپلیکاسیونی اشتراک کرده بود. در مسکو، در روسیه نیز خیلی معروف بود. مثلا مردم تاجیکستان خوب میدانند که او در برنامه تلویزیونی کریوای زرکل، یعنی آینه کش، نقشه های گوناگون را اجرا کرده است و در برنامه پتراسیانی معروف کمدین روسیگی هم یک جای کار میکرد. عابد اساموف پس از برگشتنش به ازبکستان، البته پس از 12 سال محدودیت، گفت که کارش را ادامه میدهد. همیشه آرزو داشت خودش که رسام شود، چون عابد اساموف اینستیتوت مدنیت ازبکستان را تمام کرده بود و رسام حرفه‌ای بود. ولی او را مردم ازبکستان چون قزقچی میگویند، یعنی کمدین میشناختند و از فیلم های زیادی او بهره می بردند. یادش بخیر. تشکر از سراج الدین اسلام برای صحبت. ضمناً عابد اساموف در میان تاجیکان، خصوصا مهاجران کاری، خیلی معروف بود. محبوبیت او شاید از اینجاست که طنز او در نسبت مهاجران به فرق از حجو تحقیرآمیز حجم‌نگاران دیگر در روسیه خیلی مثبت بود.